ارتباط مؤثر کلید حل مشکلات است. 3 اشتباه رایج در ارتباطات زن و شوهری که ممکن است شما هم مرتکب شوید. 1. صحبت نکردن درباره نیازهای احساسی. آیا از همسرتان انتظار دارید که نیازهای شما را بدون گفتگو بفهمد؟ مثلا اگر شما در روزهای سخت به همراهی بیشتری نیاز داشته باشید اما آن را بیان نکنید، همسرتان متوجه نمی شود. راه حل: برای بیان نیازهای خود از جملات ساده استفاده کنید. من به توجه بیشتری نیاز دارم. 2. مقایسه کردن همسر با دیگران. مقایسه کردن همسر با دیگران میتواند به رابطه آسیب بزند. مثلا وقتی میگویید فلانی چقدر خوب است، چرا تو اینطور نیستی؟ این جمله ممکن است همسرتان را ناراحت کند. راه حل: به جای مقایسه از همسر خود قدردانی کنید. مثلا بگویید من خیلی خوشحالم که تو همیشه کنار من هستی. نادیده گرفتن مسائل کوچک که تبدیل به مشکلات بزرگ می شود. مشکلات کوچک را نادیده نگیرید، این می تواند به مشکلات بزرگتر تبدیل شود. مثلا وقتی همسرتان از شما می‌خواهد که در خانه بیشتر کمک کنید اما شما این درخواست را نادیده می‌گیرید، یا وقتی همسرتان نیاز دارد تا با بچه‌ها بازی کنید و شما همیشه از آن اجتناب می‌کنید، این می‌تواند باعث ایجاد فاصله و دلخوری شود. راه حل: در این شرایط سعی کنید بیشتر مشارکت کنید و با همسر و بچه‌ها وقت بگذرانید. به جای اجتناب بگویید من متوجه هستم که باید بیشتر در خانه کمک کنم و با بچه‌ها بازی کنم. با ارتباط درست و شفاف رابطه تان را سالم و شاد نگه دارید. اگر این نکات برای شما مفید بود، لطفاً لایک کنید و نظرات خود را در کامنت ها به اشتراک بگذارید. آیا شما هم این مشکلات را تجربه کرده اید؟